ورزشگاه بزرگ نقش جهان، تقابل دو تیم خوب فوتبال کشورمون، قرمز پوشان تراکتور در مقابل طلایی پوشان فولاد مبارکه سپاهان که از این لحظه به بعد هم با سوت آقای امیر عرب براقی قاضی این مسابقه آغاز شد. میانه زمین واستانسکی با سای کوتاه، بازی باز میشه به این سمت زمین. دروژدک ضربه رو میزنه، خطرناک هم میزنه. دستان محمد رضا اخباری. پاسای کوتاه از تراکتوریا، توپ از دست رفت، پاس رو به عقب خیلی خطرناکه. اخباری در آخرین لحظه توپ رو از آن خودش کرد. حرکت آغاز شده. احسان حاج صفی خودش با گام‌های بلند جلو میاد، از اون سمت جا برای ارسال توپ. حالا ارسال انجام میشه، کوتاه است و خط دفاعی آسیب دیده تراکتور پشت محوطه جریمه. آلوز ضربه‌ای که در عین ناباوری به بیرون میره. یه لحظه چه اشتباهی در خط دفاعی تراکتور ایجاد شد. میانه زمین حالا تبدیل به ضد حمله میشه. موقعیت هست، آفساید نیست. موقعیت برای تراکتوری ها خطرناک داره ساخته و پرداخته میشه. همه چیز آماده گلزنی تراکتور بود به غیر از ضربه بعدی که حسین زاده زد و به بیرون رفت. بلند میاد روی دروازه، ضربه سر کریولی. حالا موقعیت کاری که تراکتوریا هرگام صاحب توپ میشن اون رو به خوبی انجام میدن. دروژدک روی دروازه، دستان اخباری. موقعیت داخل محوطه جریمه، پنالتی. از این نما هم ببینیم، از این نما هم میبینیم چی میشه این صحنه. نیمه اول تمام است. حسین زاده میزنه و خوبم تشخیص داد اخباری و گل برای تراکتور به وسیله حسین زاده، بهترین مهاجم این روزهای فوتبال ما. لطفی روی دستش اگر ببینه اون سمت رو میبینه. وحدت حنانوف میفرسته روی دروازه، خیلی خوب این کارو میکنه. یه لحظه بیرانوند اثر میگذاره اما کسی نیست. شفیدوس یه چرخش خوب، دوباره میبینه حاج صفی رو روی پای چپ. یه پاس درت، یه موقعیت عالی و گل برای سپاهان. گل تساوی به ثمر میرسه. نگاه کنید، از تجربه خوب خودش حاج صفی استفاده کرد و همین ضربه کافیه تا توپ بره به همون جایی که یه جورای آرامش رو به هوادارهای سپاهان برگردونه. 1-1 مساوی با این بغل پای فنی. آلوز روی دروازه، یه ضربه یه سر خطرناک که به بیرون میره روی کورنری که ریکاردو آلوز فرستاد. به نکته مثبتی بخوایم به تیم سپاهان بدیم، ببینیم با این موقعیت چه کار میکنن داخل محوطه جریمه. شفیدوس حالا میفرسته توپ رو، کماکان موقعیت برای باز شدن دروازه. توپ در اون سمت، وحدت حنانوف با گامای بلند به توپ میرسه. عسکری، حنانوف توپ رو لو میده. حالا بازیکنان تراکتور، موقعیت، فرصت هست، زردار هستن بازیکنان این تیم. یه فرصت عالی، چه موقعیت خطرناکی بود که دانیال اسماعیل فر پیشتاخته از دست داد. کماکان موقعیت برای تراکتوریا، پاس به عقب، فرصت جا برای ضربه زنی. کماکان موقعیت هست، میارن به این سمت. حسین زاده و تراکتور، موقعیت خطرناکه و میگیره توپ رو. انتقال بازی به اون سمت زمین. تراکتوریا حالا دارن پرتداد جلو میکشن، جا برای ضربه زنی هم هست، اثر میگذارن. خطرناکه تو این دقایق. پاسای کوتاه پشت محوطه جریمه، جا برای ضربه زنی. دوباره موقعیت، کماکان توپ رو به خوبی دارن رد و بدل میکنن. یه فرصت و گل برای تراکتور. خیلی تراکتور گلزنی تو دقایق پایانی رو بلده. ببینید
اینجا ناقص گرفت اخباری و این ضربه سر حسین زاده بود که دروازه رو باز کرد. خامربکوف هم بود که ضربه رو زد و اینم ضربه سری که آب سردی روی پیکر هوادارای سپاهان برد و تراکتوری ها رو برد روی هوا. از این نما هم ببینید ریباندی که با این ضربه سر برای تراکتور تکمیل شد. سوت پایان مسابقه. خیلی نکته های اهمیت ضمنی که چهره محرم نویدکیا رو میبینید